سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. ویدیو امروز ما در مورد تان در موسیقی است. دوستای عزیز، تان مربوط موسیقی کلاسیک هندی است و برای دو هدف در موسیقی استفاده میشه. هدف اولش برای زیبایی آهنگ استفاده میشه، مثل آلاب، مثل گمک، مثل مرکی، میند و یا دیگه افکت های گلون. مثلا ما آلاب مثال میتیم به خاطر ازی که آلاب کلگی میشناسه و ما بعد از اون مثالش میتیم تا که این واضح تر شوه، معنی تان واضح شوه برای کسایی که تا بال کمتر آشنایی دارن به تان. در آلاب نوت های موسیقی به شکل آکار خوانده میشه ولی آهسته آهسته است و بدون ریتم خوانده میشه، در حالی که در تان همون نوت های موسیقی به شکل آکار خوانده میشه ولی تیز تیز خوانده میشه. نوت ها پشت سر یک دیگه خوانده میشه، هیچ جای خالی در مابین نوت ها نمی باشه و در ریتم خوانده میشه. این فرق تان و آلاب است که برای زیبایی موسیقی یا برای زیبایی یک آهنگ استفاده میشه. مثل زمین همونطور بعضی افکت های گلونی دیگه مثل گمک و مرکی و میند و کاتکای چیزا کلش برای مقبولی آهنگ است، برای آرایش یک آهنگ است و تان هم همچنان یکی از همونطور افکت های گلون است. اگر مثلا ما در اسکیل راگ بهروی آروش مثلا بخونیم، ما چی رقم آلاب میکنیم؟ فرض مثال اگر ما همونطور بگوییم سا ری گا ما پا دا نی سا، در اسکیل یک راگ بهروی اگر ما آلاب کنیم این نوتا را چی رقم آلاب میکنیم؟ سا ری گا ما پا دا نی سا ای آلاب از دوستای عزیز، یعنی نوت ها آهسته آهسته خوانده میشن و بدون ریتم خوانده میشن. این حال اگر ما اینه میره به شکل تان بخوانیم چه قسم میشه؟ این امروی ریتم خوانده میشه و این همونطور نوت ها تیز خوانده میشه. اینی فرق تان و آلاب است و ای که ما چی رقم باید ایده بخوانیم. ولی تیز خواندن نوت ها به این مانا نیست که نوت ها دیگه شناخته نشن. فریکوسی صدای نوت ها باید در جایشان باشه، واضح و معلوم باشه، یعنی به اندازه تیز آدم بخونه که دیگه فریکوسی صدا قاطی نشن، امرای یکی دیگه واضح باشن، واضح به گوش برسن. ولی قسمی باشن که نوت ها بالای یکی دیگه بلخشن، جدا جدا خوانده نشن، بلخشن و مقبولی و پشت سر یکی دیگه خوانده شوند. و ما حالا به خاطر ازی که ایده زیادتر واضح ساخته باشیم که میتیم ایده در یکی از آهنگای افغانی ما ایده تشریح میتیم. دوستای عزیز، مثلا در آهنگ می پرستی ایجادم، در آهنگ اکبر نیکزاد که من چند وقت پیش ایده آموزش داده بودم، در امی آهنگ تان به اندازه کافی شنیده میشه. یعنی شادروان اکبر نیکزاد آهنگ بسیار زیبا اجرا کرده و در این آهنگ بسیار زیاد تان استفاده شده برای مقبولی آهنگ و ما میریم ایده نشان میتیم که در اینجا آلاب و تان نشان میتیم که فرقشون چی است، اصلا آلاب چی است و تان چی است. سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا ری سا می پرستی جادم نشه ازل دارم، نشه ازل دارم. می پرستی جادم نشه ازل دارم، نشه ازل دارم. یک بار دیگه
می پرستی جادم نشه ازل دارم نشه ازل دارم. اگر امروز یک انگوشی نشان تیم می پرستی جادم نشه ازل دارم نشه ازل دارم. می پرستی جادم نشه ازل دارم نشه ازل دارم. اینمی دوستای عزیز تان است. شما میبینین که چی رقم چی قسم تان است. می پرستی جادم نشه ازل دارم. دوستای عزیز اینجا شما دیدین که چقدر ما نوت ها را یک جای از اینجا تا اینجا چقدر نوت ما تیز گفتیم بدون از اینکه در بین جای نوت خالی باشه. اینمی است دوستای عزیز تان. در انتره سنگ هم به حال من سنگ هم به حال من گریه گر کند بر جا سنگ هم به حال من این دوستای عزیز این آلا بود که شما دیدین که از این نمینجا مکمل اکتیو تا این نمینجا آلاب کردیم نوت ها، یعنی آهسته آهسته خوانیم و بدون ریتم بود. این حال عین نوت ها را ما به شکل تان میخوانیم که اموتر اکبر نگذات تا نظیری چه قسم ادا کردم. سنگ هم به حال من سنگ هم به حال من گریه گر کند بر جا سنگ هم به حال من اینی دوستای عزیز تان است که شما دیدین که از اینجا ما تا اینجا آمدیم و نوت ها را پشت سر یک دیگه خواندیم بدون از اینکه در بین نوت ها جای خالی باشد. تیز خوانیم اما به اندازه تیز بود که نوت ها بسیار واضح شنیده شد، فرکانسی صدایش قاطی نشد، با هم گرد نشد، بسیار واضح بود. شما یک بار دیگه ببینید دوستای عزیز. دوستای عزیز فرق تان و فرق آلاب خواستم که در آهنگ به شکل واضح‌تر ایره نمایش بدم. دوستای عزیز طریق دومی که استفاده تان در تمرین صدا می باشه. دوستای عزیز در تمرین صدا تان زدن و یا گلون زدن و یا تمرین تان برای ما کمک میکنه که در آواز ما افکت پیدا شود، افکت های مختلف پیدا شود. مثلا ما بتونیم گمک به شکل درستش بخوانیم، مرکی رو بخوانیم، میند مثلا ما بلد باشیم مقبول بتونیم خوانده و همونطور افکت های دیگر ما میتونیم که به شکل زیبایش ادا بکنیم اگر ما تمرین تان روزانه داشته باشیم. وقتی که ما تمرین تان درست یاد داشته باشیم ما امون نوت ها را به شکل آسان و به شکل زیبایش میتونیم در مجموع بخوانیم. در موسیقی لایت یعنی تمرین ما در تان، گرچه که تان زدن مربوط موسیقی کلاسیک است، موسیقی کلاسیک ایندی است، اما در کسایی که لایت میخوانن و پاپ میخوانن همچنان ای بسیار تاثیر مهم داره، چون که تاثیر اساسی داره. به خاطر از اینکه وقتی که ما تان زدن یا گلون زدن ما تمرین داشته باشیم روزانه، ما قدرت از این پیدا میکنیم و گلون ما قدرت از این پیدا میکنن نوت ها را به شکل روان و به شکل مقبولش در موسیقی لایت و یا در آهنگای لایت هم بتونه که از خود بخونه یا از خود بکشه، نوت ها را مقبول بتونه که بخونه.
و همچنین دوستای عزیز تمرین تان برای ما یاد میده که ما چطور تنفس خود در کنترل خود داشته باشیم. چون وقتی که ما تان میخوانیم نوت ها را چطور تیز و پشت سر یک دیگه بخونیم که حتی بعضی وقتا برای ما جای تنفس هم نمی باشه و ما مجبور هستیم یاد میگیریم که چطور تنفس خود نگاه کرده و ما طولانی بتانیم که بخوانیم. البته ما در ویدیوهای گذشته تمرین پلته داشتیم. دوستای عزیز تمرین تان وقتی مفید است که ما پلته را به صورت درستش یاد بگیریم، حفظ کرده باشیم. مثلا پلته ها را اول درست تمرین کرده باشیم، جای فریکونسی صداها را بلد باشیم، درست بتونیم که ادا کنیم. وقتی که پلته هایی که ما در ویدیوهای گذشته یاد گرفتیم، حفظ کردیم، دیزاینای شما از حفظ بتونیم که بخوانیم، فریکونسی صدا را فهمیدیم که در کجایش از تقریبی ما بتونیم تمرین کنیم، او وقت میرسه که ما امو پلته ها را میتونیم به شکل تان بخوانیم، یعنی تیز بخوانیم و همراه ریتم بخوانیم که امید تان میگن. یعنی اگر که ما یاد نگرفتیم انوز که چی رقم پلته بخوانیم، مشکل است که ما تان شروع کنیم. ما باید به خود ما وقت بدیم که اول پلته را یاد بگیریم، باز بعد از اون ما شروع میکنیم در خواندن تان. دوستای عزیز در موسیقی کلاسیک هندی انواع مختلف تان وجود داره. ما 5 نوع از تان تمرین میکنیم که زیادتر در موسیقی افغانی استفاده میشه و امروز من در این ویدیو 2 تا از نوع تان تشریح میکنم که باز 3 تا دیگه در ویدیوهای آینده در خدمت شما تهیه خواهد شد. میریم دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم. سرل تان یک نوع تانی است که ما عادی آرو و ابروی یک اسکیل تمرین میکنیم. مثلا دمی راگ بهروی. خب اگر ما از سی بخوانیم اسکیل راگ بهروی ما میشه ساری سرل تان قسمی است که ما آرو و ابروی راگ یا اسکیل میخوانیم و به شکل تیز. مثلا ساری گما پدنی سسانی دا با مگریسه اول امرای ارمونیا، بعد از او بدون ارمونیا و بعد از او امرای ریتم دوستای عزیز تمرینش میکنیم. شما ببینید دوستای عزیز که ما آکتیو و آرو و ابرو میکنیم و بعد از او تنفس میکنیم. یعنی ما یاد میگیریم که چی رقم تنفس خدا نگاه کنیم، کنترل داشته باشیم تا که ما از اینجا که میریم آرو میکنیم و تا پس میریم اینجا باز تنفس میکنیم. شما متوجه باشین دوستای عزیز وقتی که ویدیو را میبینیم بسیار با دقت باید از گوش کنین و ببینین. این موضوعاتی است که موسیقی نباید که سرسری دیده شود، اینطور آدم یاد نمیگیره. باید بسیار زیاد امو نقطای بسیار خرد باید آدم متوجه باشن. شما خوب متوجه باشین که من چی وقت تنفس میکنم. ساری گما پدنی سسانی دا پا مگریسه. اول اگر کسی که تیز نمیتونه آیسته آیسته بگویه. مثلا بگویه و نوع دوم تانی که امروز ما کار میکنیم به نام اچرک تان یاد میشه. اچرک تان قسمی است که هر نوت ما 2 دفعه تمرین میکنیم. یعنی چی؟ ساساری ریگا کاما پاپا دادانی ساسا ساسانی
نینی دادا پاپا ماما گاگا ریری ساسا دوستای عزیز ما میخوایم که برای شما بگوییم که شما اگر خواسته باشین پیش از که در تمرین تان شروع میکنین یک آهنگ بخونین و تاریخ بتین نوشته کنین برای خود ثبت کنین در یک جایی که اینمی آهنگ ما یک ماه بعد چی رقم شاید بخوانم. شما اگر تمرین منظم روزانه به اندازه نیم ساعت در روز شما امی تمرین تان داشته باشین و بعد از یک ماه امو آهنگ که مثلا امروز ثبت کردین باز دوباره بخوانین، ببینین که در صدای شما چقدر گمک و مرکی و افکت‌های مختلف پیدا شده و اموتر باز 2 ماه بعد ثبت کنین، اموتر 3 ماه بعد ثبت کنین. شما خود چک کنین ببینین که بعد از 6 ماه امو آهنگی که امروز میخوانین 6 ماه بعد اگر رو میخوانین چی رقم میخوانین. بسیار جالب از دوستای عزیز که ایره پیش خودتان معلوم شود که چی کار خودتان بر خودتان معلوم شود که چقدر شما رشد کردین، یعنی صدایتان چقدر رشد کرده و چقدر تغییر مثبت در صدا میبینین. این اگر خواسته باشین حتما امتحان کنین دوستای عزیز. میریم ما امی 2 نوع از تان امرای ریتم تمرین میکنیم دوستای عزیز. گده تبله سلو ما تمرین میکنیم در گده تبله سلو که ریتمش مکسیموم 100 است. Mama papa gaga nini sasa sasa nini gaga papa mama gaga re sasa sasa re gaga mama papa gaga nini sasa sasa nini gaga papa mama gaga re sasa sasa re gaga mama papa gaga nini sasa sasa nini gaga papa mama gaga re sasa دوستای عزیز این بود موضوع ویدیو امروز ما. امیدوار هستم که ویدیو جالب بوده باشه و ما قسمت های دیگه تمرین تانه یعنی 3 نوع از تان دیگر ما در ویدیوهای آینده در خدمت شما تقدیم میکنیم. تا هفته دیگه و یا تا ویدیو دیگه شما دوستای بسیار نازنین به خدا میسپارم. پترو دوستای نازنین.